سلام علیکم بچه ها. درسی چهارم ماست. باید برنامه بیسیک. در این درس ما با شما اپراتوری for next رو دیده میگذاریم که یکی از اپراتورانی مشهور هم دیگه میشود برای دوره های تکراری. اینها رو میگیریم با تو در این درس معمولا کار میشود. for next برای چه خدمت میکند؟ for next برای یک عمل را تکرار با تکرار اجرا کردن خدمت میکند. مثال میگیریم برای حساب کردن سومه یگان عدد ها ما میتونیم از for next استفاده بریم. او رنگش چوچک است، چقدر که در خانه ما میمونیم قوای برق رو حساب میکنه چند قدر شد تاب خورنده است. من همین فورم به همون مانو استفاده برده میشود. خب ناییم مینویسیم زبان رو انگلیسی میکنیم. خب for بسیاری ها ای میگیرن، بسیاری ها ا میگیرن. خب این با ما فرق نداره. for ای برابر نو تو مثال یک تغییر یابنده میگیریم ما بس این تغییر یابنده ا رو میگیریم به با ما در کار نیست. خب تو ا حتما میگذاریم برای تا ا بعدا میفهمونیم برای چه خطایی نشون میدهد. ما مینویسیم ب برابری به جمع یک جمع این. خب با قسمت پایانی میخوابیم. در اینجا ما مینویسیم پرینت به پایان میخوابیم next ای. خب چون که بچه ها میبینید در اینجا ما چی گفته ایستاده؟ در اینجا ما میبینیم for برای این. حتما پیش از برنامه رو سر بدن ما با این نویستگی رو شناس میشویم. خب پایان میخوابیم for برای توی توجیکی خود دامن میشود next آینده یا اینکه برآمد. من بسیارتر با برآمد عادت کردگی هستم، بسیاری ها آینده میگویم ترجمه شد. خب for ما میگیم برای ای برابر نول باشد تا عددی ا رو ما عددی ا رو خودمون وارد میکنیم. پنجه، دهه، هزاره، صده چند کی باشد تا همین ای ما وجه که برابر نول است تا برابر همین ا شدن همین کار را چکار کن؟ اجرا کن. چکار را اجرا میکنم؟ ب برابر ب جمع ای، یعنی ب خودش هیچی است برابر هیچی جمع ای ما چند باشد آنمان میشود. آنمان را ای ما 10 باشد 10 بار تکرار میکند. پرینت ب را 10 بار چوب میکند و نکست ای از این عمل میبرد. برای سنجش برنامه رو با کار میبریم. کمتر چسبون بکنم برنامه. در اینجا خطاگی نشون داده ایستاده است. و خطاگی پرینت به نکست ای در قیمتی ها رو وارد کنم. فایل چک در کجای این رو خطاگی کردیم یه برابر به جانبی پرینت نکست یک لحظه. خب خطاگی وقتی در است ما آرو با توجیکی و روسی وارد کردیم، زبان رو انگلیس کرده وارد میکنیم و برنامه رو با کار میداریم. در اونجا باز خطاگی اعلام میکند. از چه سبب باشد خطاگی؟ ما مثال میگیم رقم 5 رو میکنیم نتیجه 15، یعنی از 1 تا 5 رو حساب میکنیم. 1 جمع 2 3 1 خودش 1 2 رو جمع میکنیم 3 جمع 3 6 و خلاص گه من همین خیلی میرود. برای سنجیدن ما مثال میگیریم
عدد 100 را از رو میسنجیم. اون جوابی چند میشه؟ 5050. این حسابی ما باید درست شد. من اکنون در همین وقت ما میگذاریم یک اپراتوری نوی دیگر که آن نام دارد استیپ. بسیارتر در همین ما اپراتوری فور نکست استفاده برده می شود. مثال میگیریم در استیپ ما می نویسیم دو. استیپ با معنای قدم میوید. وزیر کارش را در اینجا عملی نشان دهیم با خوبتر می شود. مثال می نویسیم 10 برای فهماندهی آسان‌تر شدن. شما چقدر که میبینید بچه‌ها یکمش 0 بود، دویمش 2 و سوم 6 و خیلی اومد. استیپ 2 استیپ قدم گفتنی گرد در اینجا وزیر ما گوییم. یعنی ما یک بار همین کار رو اجرا میکنیم، اما ما بچه ها نمیدیم تا وقتی که ما چی داریم؟ استیپ داریم. استیپ 2 بعد گفتنیش همین که بعد هر دو قدم همین کار رو اجرا کن. یعنی معلومه یک بار میبره چوب نمیکند، وقتی دویم باره چیکار میکند؟ با پیچت میدهد. برای همین کاری ما چنین گونه میشود. بعد هر دو بار برنامه پیچت و چوب کردن میگیرد. خب بچه ها این بود یکی از درس های دیگر با استفاده از اپراتوری فور نکست. شما میتونید با اپراتور فور حتی جدول ضرب رو نیز در اینجا تیار نمایید. از این بینید اگر شما خواهید که همین قیمت ها رو تغییر دهید، مثال با خواست خودتون از 1 تا مثال 10 نیو از 5 قیمتی از 5 تا 10 رو حساب کنید، در اینجا ما میتونیم این کار رو هم عملی گردانیم. خب می نویسیم اینپت خب عددی پیدا وارد کنیم. این بی خودمان را مثال ار و ما جاش را تغییر میدهیم. در اینجا صفری که ماندیم این رو ما می نویسیم و در اینجا ای که ماندیم این رو ما با ب تبدیل میدهیم. استیپی ما در کار نیست. اگر با شما لازم باشد میتونید اون رو مونید و من در کار نیست و برنامه رو با کار میدهیم. چرا که برنامه با کار در آمد. مثال با من در کار است که سومه از 1 تا 10 رو نیو از 5 تا 10 رو با من برنامه حساب کنم. سومه آخرین رو یعنی 10 رو وارد میکنم. یعنی شما چقدر که میبینید سومه چی از 5 تا 10 بر چنین برابر است. خب 55 با 55 برابر است. سبب در چیست؟ این رو ما با شما زیر گفتن میگذاریم. اول قیمتی که ما داریم 5 است. 5 میاد و اینجا 5 با 5 وارد می شود. خب بچه ها با همین درس امروزه ما با آخر میرسد. این را خودتون میتونید سنجید که درست است یا نادرست. سلامت باشید تا درس های آینده.